1,100,000,000 داره پول میگیره، ولی بیش از 100 آپشن هم داره تحویل میده. به انضمام کیفیت و دسترسی فوق‌العاده، 6 تا درب داره، هوش مصنوعی مدیریت مواد غذایی داخل یخچال داره، سنسورهای خود بازشونده داره وقتی دستت بنده، قابلیت کنترل از راه دور و اتصال به وای فای و کنترل از گوشی داره. تمام داخل یخچال استیل ضد خش بدنه هواپیماست. فوق‌العاده از نظر مدیریت مواد غذایی داخل یخچال هوشمند، تاریخ انقضا رو یادآوری میکنه. تازه یخچال بالا پایینش هم زده. اگه ساید بای ساید دوست نداری اون هم مجهز به همه این آپشناست. فریزرش خودکار باز میشه، کشوهاش برای اینکه خیلی کمرت اذیت نشه میاد بالا. امان از پول، چه کارهایی که این پول نمیکنه. حالا موافق خرید همچین یخچالی هستی؟ اگه پولشو داشته باشی فکر میکنی ارزش خرید داره؟ نظرتو برام تو کامنت بده.